سلام و درود خدمت تمام دوستان عزیز، دوستانی که کانال ما رو سابسکرایب دارن و فالو میکنن، زنگوله رو میزنن. امروز اومدم با یه آموزش جالب. ببینید این یه دوربینی که یه لنز 12 میلیمتری اگه میبینید داره. 12 میلیمتری یعنی که از اون به قول شروع سیموس یا CCD تا اون نقطه 12 میلیمتر فاصله داره. خب به این میگن چی؟ لنز 12 میلیمتری. این لنز یکی از بهترین لنزاست برای پایش پلاک های ماشین و پلاک زنی. این هم یه برد جوکه، میبینید واقعا برد فوق‌العاده‌ایه. اینم که پیویشه وصله بهش، میخوایم اینو مونتاژ کنیم. درود بر شما. مونتاژش هم میگم فردا یا پس فردا منتظرم باشید. و یه مدت نبودیم دیگه، ببخشین دیگه، حالا شرایط بود و اینا، خودتون ببخشین. درود بر شما.